باورت میشه چند تا تکنیک هست که اگه انجامشون بدی هر بار که بخوابی پوست 10 سال جوان‌تر میشه. شاید فکر کنی این یه شوخیه، ولی باید بگم که حقیقت داره. تو این ویدیو میخوام رازهای شگفت‌انگیزی رو بهت بگم که افرادی مثل جنیفر لوپز، کیت وینسلت و آدام لاوین و خیلی از سلبریتی‌های معروف دیگه ازش استفاده میکنن. پس اگه لایک رو تا اینجا نزدی بزن تا بریم سراغ اصل مطلب. وقتی شبها خواب کافی و عمیقی داریم بدن ما شروع به ترمیم خودش میکنه. یکی از کارهای شگفت‌انگیزی که تو این زمان انجام میده تولید بیشتر کلاژن و از بین بردن سموم سلولی پوسته. کلاژن چیه؟ پروتئینی که مسئول جوانی و شادابی پوستته. اما اگر خواب خوبی نداشته باشی روند پیری پوستت سرعت میگیره، چون دیگه کلاژن کافی تولید نمیشه. حالا نکته مهم اینجاست که ما چطور باید بخوابیم تا این روند به بهترین شکل انجام بشه. جوابش میشه این 4 نکته کلیدی مهم. 1. ساعت طلایی خواب. بین ساعت 10 شب تا 2 صبح بدن در اوج ترمیم خودش قرار داره. پس سعی کن هر شب زودتر به تخت خوابت بری. 2. اتاق تاریک و بدون نور. حتی یه نور کوچیک میتونه ترشح هورمون‌های خواب مثل ملاتونین رو مختل کنه. 3. قبل از خواب اینو بخور. 1 لیوان چای بابونه یا 1 مشت کوچیک بادام میتونه کیفیت خوابت رو چند برابر کنه. 4. قبل خواب به صورتت بزن. خوابیدن بدون اینکه آبرسان و مرطوب کننده مخصوص پوستتو بزنی بزرگترین اشتباهیه که میتونی انجام بدی، چون در طول شب پوست رطوبت خودش رو از دست میده و اگه آبرسانیش نکنی به مرور باعث خشکی و چروک شدن پوستت میشه. 5. از این روبالشتی استفاده کن. استفاده از روبالشتی ابریشمی نقش خیلی مهمی توی جلوگیری از چین و چروک شدن پوست داره، چون نسبت به بقیه روبالشتی‌ها کمترین استکاکو با پوستت داره. 6. مدیتیشن قبل خواب. اگه ازم بپرسید دشمن اصلی کلاژن و شادابی پوست چیه؟ 100% میگم استرس. چرا؟ چون استرس سطح کورتیزول خون رو بالا میبره و هرچی کورتیزول بالاتر باشه تولید کلاژن کمتر میشه. 7. پاکسازی ملایم. حتما شب قبل از خواب پوستت رو با شوینده مخصوص بشور تا آلودگی هایی که در طول روز روی پوستت نشستن و تو نمیتونی ببینیشون پاک بشن و نتونن به صورت عمقی وارد منافذت بشن. 8. گجت ها رو خاموش کن. نور آبی صفحه گوشی یا لپتاپ میتونه خواب عمیق رو ازت بگیره. 30 دقیقه قبل از خواب همه این دستگاه ها رو کنار بذار. شاید بگی این روش ها زیادی سادن، ولی باید بگم کافیه فقط 1 هفته امتحانشون کنی تا تاثیر شگفت انگیزشون رو روی خودت ببینی. توی ویدئوی بعدی میخوام بهت راز خوش‌اندامی و فیت بودن استایل سلبریتی ها رو بگم که با کمترین تلاش ممکن و در سریعترین زمان بتونی به اندام مد نظرت برسی. پس کانال ما رو سابسکرایب کن تا ویدئوی بعدی برات بیاد و اگه برات مفید بود خوشحال میشم نظرتو کامنت کنی. راستی یادت باشه تو همینطور که هستی زیبایی و زیباتر شدنت هم توی دستای خودته.